ایرانیش بورچف کنید. سلام، خسته نباشید. سلام، بفرمایید. سفارت ایران در برلین. بفرمایید، خواهش می‌کنم. من یه شهروند ایرانی هستم. چند لحظه میخوام حرف من رو گوش کنید. زمان دارید؟ بفرمایید، خواهش کنید. برای من مشکلی پیش اومده. میخوام با شما در میون بذارم. لطف کنید به مسئولینتون منتقل بکنید. بله، لطف بفرمایید. کارتون چیه؟ اسمتون رو لطف کنید. عرض میکنم. من فؤاد سجودی فریمانی هستم. در حال حاضر دانشجو هستم. ببخشید، فؤاد سجودی فریمانی هستم. فؤاد سجودی فریمانی. بله. من از فعالین سیاسی سال 88 بودم که بازداشت شدم. مدتی رو در زندان بودم. به خاطر حفظ جانم از ایران خارج شدم. 8 سالم زندان دارم داخل ایران. من برای حفظ جانم از ایران خارج شدم و الان بعد 9 ماه شخصی با تحریک نیروهای امنیتی شما مدت زیادی داره خانواده من رو تهدید میکنه و درخواست پول میکنه. چند بار با قمه و چاقو به خونه ما حمله کرده. داخل خونه من برادر 10 ساله دارم. 3 تا خواهر دارم که بی‌پناهن. پدر ندارم. من فرزند شهید هستم. مادر من همسر شهید هستش. با چاقو حمله کرده به خونه ما. چند بار پلیس اومده ایشون رو دستگیر کرده، بردتش. قاضی رسما گفته که چون شما ضد انقلاب هستید به پرونده شما رسیدگی نمی کنم. ایشون رو بدون وثیقه آزاد کرده. دوباره امروز ظهر حمله کرده به خونه ما. وسایل خونه‌مون رو تخریب کرده. دست خواهر من رو شکسته. با لغت تو سینه مادر من کوبیده. دوباره رفتن پلیس اومده ایشون رو دستگیر کرده. دوباره الان آزاد شده. چی حمله کرده؟ خب چی؟ اسمش رو نمیتونم بگم. لطف کنید، خواهش میکنم به مسئولتون برسونید. از کجا تماس میگیرین؟ من از حرفم تمام نشده. عرض بنده رو گوش کنید. من نمیخوام، هرگز نخواستم با خشونت کاری انجام بدم. همیشه تلاش کردم قانونی حرفم رو بزنم. محبت کنید فرمایش که دارین لطفاً چتبان بنویسید. اجازه بدید حرف من تمام نشده. اجازه بدید. اگر امنیت خانواده من از طریق قانونی تأمین شد. اگر نشد به شرافتم قسم منم امنیت شما رو این بیرون به هم میریزم. حالا هر جور میخواید به هم شده بمب ببندم به خودم میبندم این کارو میکنم. شما لطفاً فکس میدم خدمتتون. موردی که دارین فکس کنین من میدم به بخش مربوطه پیگیری میکنم. بفرمایید. شما یادداشت کنید. بفرمایید. 0C دوباره یادداشت بفرمایید. 0C برای برلین. بله. 8435. بله. 3204. لطف فرمایید عرض من رو مستقل کنید به مدیرانتون، هر کسی که هستن. همین فرمایش که داشتین محبت کنید چتبن بنویسین برای ما. من اینجا میدم مسئولین بخش رو پیگیری میکنم. متشکرم. خداحافظ. خواهش میکنم. خدا نگهدار.